آخرت و روز قیامت چیزی است که همه معتقدان به آن روز فکر می کنند. حال وقت آن رسیده تا به این موضوع مهم بپردازیم که چه چیزی در انتهای این جاده وجود دارد. هم علم و هم آموزه های مذهبی به ما می گویند که زندگی نسل بشر بر روی زمین روزی به پایان خواهد رسید، اما اینکه پس از این پایان چه اتفاقی خواهد افتاد محل اختلاف نظر علم و مذهب است. اما به انسانهایی که پیرو راه خداوند بودند از پیش آگاهی داده شده است که در روزی موعود که فقط خداوند از آن زمان آگاه است، همه انسانها بار دیگر محشور شده و برای پاسخگویی به اعمالشان در دنیا در محضر الهی حاضر می شوند. در روز قیامت هر نفر به تناسب اعمال نیک و بد خویش پاداش و یا جزا دریافت خواهند نمود و آنان که هیچگاه به روز قیامت و حسابرسی باور نداشتند خواهند گفت آیا زمانی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم باز هم ما را زنده می کنند؟ یا نیاکان ما را بگو، همه را، آنان که از پیش بودند و آنان که از پیشان آمده بودند، همه در وعدگاه آن روز معین خواهند بود. به این موضوع در قرآن سوره واقعه آیات 47 تا 50 پرداخته شده است. درک مفهوم آخرت و دنیای پس از این زندگی بسیار فراتر از تجربیات قابل فهم انسان است. درک این مطلب که روح انسان پس از مرگ جسمانیش به زندگی ادامه می‌دهد و یا مدت‌ها پس از مرگ باز هم می‌تواند زنده و محشور گردد، برای بشر به آسانی قابل درک نیست. علم نیز با اینکه نمی‌تواند امکان وجود زندگی پس از مرگ را نقض کند، در عین حال نیز نمی‌تواند شاهدی برای اثبات زندگی پس از مرگ را ارائه کند. اگرچه اعتقاد به وجود زندگی پس از مرگ بخشی از ایمان ما به ماوراء الطبیعه است و از این جهت خارج از حیطه تجربی انسانی قرار می‌گیرد، اما این مسئله موضوعی کاملا منطقی است. نظریه علمی پایداری در این دنیا در مقیاس بزرگ و کوچک مستلزم پذیرش این نکته است که تک تک اعمال و یا علل دارای یک نتیجه و تأثیر هستند. هر اتفاقی که رخ می‌دهد قطعاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم واکنشی نسبت به آن پدیده صورت می‌گیرد. این مسئله در واقع بیانگر مفهوم توازن در کائنات است. این مفهوم توازن از دیدگاه معنوی ما را به ایمان داشتن به اجرای عدالت نهایی توسط خداوندی که دادگر است راهنمون می‌سازد. بر اساس این قانون جهان مشمول، خداوند هیچ کار نیکویی را بدون پاداش نمی‌گذارد و از سویی نباید انتظار داشت که خداوند ستمکار و ظالم را به جزای اعمالش نرساند. میلیون ها انسان نیکوکار که مورد ستم و ظلم قرار گرفته بودند، بدون اینکه به حق خود رسیده باشند از این دنیا رفتند. از سوی دیگر نیز میلیون ها ظالم و ستمگر و دیکتاتور بدون اینکه به جزای اعمالشان رسیده باشند از این دنیا رفتند. خداوند عادل و قادر مطلق اجازه نمی دهد این ظالمین از جزای اعمالشان فرار کنند و نیز نیکوکاران را بدون پاداش رها نمی کند. بنابراین باید بعد دیگری از این زندگی و دنیا وجود داشته باشد که عدل الهی در آن مکان و زمان فرصت اجرایی شدن را پیدا کند. در روز قیامت مردم پراکنده از قبرها بیرون می آیند تا اعمالشان را به آنها نشان دهند. پس هر کس به وزن ذره‌ای نیکی کرده باشد آن را می بینند و هر کس به وزن ذره‌ای بدی کرده باشد آن را هم می بینند. به این موضوع هم در قرآن در سوره زلزله آیات 6 تا 8 اشاره شده است. اعتقاد به وجود روز قیامت و آخرت وجه مشترک همه ادیان یکتاپرست است. در واقع این باور مشترک قوی ترین عامل پیوند میان همه ما می باشد و فرقی هم ندارد از کدام طیف مذهبی آمده باشیم. کسانی که ایمان آوردند و کسانی که آیین یهودان و ترسیان و سابعان را برگزیدند، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند و کاری شایسته کنند، خدا به آنها پاداش نیک می دهد و نه بیمناک می شوند و نه محزون. به این موضوع در قرآن سوره بقره
آیه 62 اشاره شده است. از مقصد نهایی همه ارواح در روز قیامت فقط خداوند آگاه است، اما انسان ترغیب و تشویق شده است که با وجود تمام گناهان و خطاها راه برای توبه باز است و او میتواند بخشش و رحمت لایتناهی خداوند را طلب کند. هیچ کس حق ندارد از جانب خداوند و بدون اجازه او شفاعت انسان را بر عهده بگیرد، اما ما میدانیم که خداوند قادر به نیابت از پیروانشان و با اشتیاق به پیام رسولان منتخبش گوش می سپارد. از این رو است که نباید هیچ کدام از پیامبران الهی را انکار کنیم و یا یکی را بر دیگری ترجیح دهیم. همه این رسولان برای تبلیغ پیام مشترک وحدت و برادری برگزیده شدند. از طریق آخرین پیامبر برگزیده الهی حضرت محمد صلی الله اصول نیکوکاری و ایمان که توسط دیگر پیامبران نیز تبلیغ شده بود تصدیق و تشریح شده است. ای اهل کتاب، پیامبر ما نزد شما آمد تا بسیاری از کتاب خدا را که پنهان می داشتید برایتان بیان کند و از بسیاری درگذرد و از جانب خداوند نوری و کتابی صریح و آشکار بر شما نازل شده است تا خدا هر کس را که در پی خوشنودی اوست به راههای سلامت هدایت کند و به فرمان خود از تاریکی به روشناییشان ببرد و آنان را به راه راست هدایت کند. به این موضوع در قرآن سوره مائده آیات 15 و 16 به آن اشاره شده است. پاداش نهایی را خداوند به بندگانش عطا می کند. بهشت برین که در آن روح انسان قادر به لذت بردن از هر چیزی است که آرزویش را داشته باشد. میزان این لذت‌ها هرگز کاسته نمی شود، در حالی که لذایذ خوردن، آشامیدن و عشق ورزیدن افزایش می یابد و پیامد بدی نخواهد داشت. بهشت جایی است که در آن هر چیزی که می خواهید دقیقاً طبق میل شما تدارک دیده شده است و هیچ کس نمی تواند شادمانی شما را تهدید نماید و یا به خطر بیندازد. قیاس این دنیا با بهشت را آخرین فرستاده خداوند این گونه توصیف می کند: در نزد خداوند قیاس دنیا با جهان پس از مرگ مثل این می ماند که انسان انگشت خود را در دریا فرو ببرد و سپس آنچه به روی انگشت او مانده را با آنچه که در دریا است مقایسه کند. از سوی دیگر نیز مجازات جهنمیان به گونه ای است که در تصور انسان نمی گنجد. توبه شکستنهای پیاپی و ناخشنود کردن خداوند منجر به شعله ورتر کردن آتش بیپایان دوزخ می گردد و از آن گریزی نخواهد بود. دلیل اصلی که انسانها از چنین عاقبت دردناکی رهایی نمی یابند نادانی و عدم توانایی آنان از درک پیام روشن تمام پیامبران و فرستاده های الهی است. این دنیا فانی و در حال پسرفت است، در حالی که دنیای پس از این جهان دنیای آینده است. این دو جهان فرزندانی دارند، از فرزندان دنیای آینده باشید و نه این دنیای فانی. امروز کارهایتان بدون محاسبه می‌گذرد، اما فردایی وجود دارد که دیگر فرصت عمل باقی نمانده و نوبت جواب پس دادن است. حال این سوال را از خود بپرسید: آیا برای مرگ و روز قیامت آماده هستید؟ مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تیم بصیرت تیوب زحمات زیادی برای جمع آوری این اطلاعات و ساخت این ویدیو میکشند. برای اینکه خستگی ما در بره ممنون میشم برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید تا بیشتر دیده بشه. تا درود دیگر، بدرود.